سلام دوستان، امروز تاریخ 3 خرداد 1404 همونطور که مشاهده میکنید ملون آماندو هست. مزرعه ملون آماندو، استان فارس، شهرستان فراشبند. اینجا هم که کش شده از روستای خانیک هست و حدود 10 هکتار کش شده از این بذر. کشاورزمون هم آقای حمید جوکار، کشاورز نمونه و یکی از عمده کارهای منطقه هستن که امسال به شرکت جهانبذر اعتماد کردن و حدود 10 هکتار از این بذر کش کردن و ایشون هم خیلی رضایت خوبی هم دارن. همونطور که مشاهده میکنید اینجا بیار دوربینی، بیار اینجا دوستان. این بذر بسیار کیفیت عالی، همرسی خوب و توناژ عالی، حدوداً هر هکتاری با این چیزی که ما اینجا میبینیم حدوداً شاید بگم 50 تن 60 تن باردهی داره. ماشاءالله خیلی عالی، با تشکر. سلام دوستان، امروز تاریخ 3 خرداد 1404 همونطور که مشاهده میکنید ملون آماندو هست. مزرعه ملون آماندو، استان فارس، شهرستان فراشبند. اینجا هم که کش شده از روستای خانیک هست و حدود 10 هکتار کش شده از این بذر. کشاورزمون هم آقای حمید جوکار، کشاورز نمونه و یکی از عمده کارهای منطقه هستن که امسال به شرکت جهانبذر اعتماد کردن و حدود 10 هکتار از این بذر کش کردن و ایشون هم خیلی رضایت خوبی هم دارن. همونطور که مشاهده میکنید اینجا بیار دوربینی، بیار اینجا دوستان. این بذر بسیار کیفیت عالی، همرسی خوب و توناژ عالی، حدوداً هر هکتاری با این چیزی که ما اینجا میبینیم حدوداً شاید بگم 50 تن 60 تن باردهی داره. ماشاءالله خیلی عالی، با تشکر.